خب سلامی دوباره خدمت دوستای عزیزم. با جلسه دوم آموزش سرچ کنسول در خدمتتون هستم. تا قسمت پیج رو گفتیم، بریم سراغ سایت مپ. سایت مپ همون نقشه سایت میشه که به گوگل و در کل موتورهای جستجو میگه که صفحات من کجای سایت من قرار دارن و در واقع یک نقشه راهی هست، مثل یک نقشه گنجی هست که ما به گوگل میدیم و میتونه خیلی راحت تر صفحات سایتمون رو پیدا بکنه، هم صفحات و هم دسته‌بندی ها. و به این صورت هست که من سایت مپ رو ابتدا باید جنریت بکنم، باید تولیدش بکنم و وقتی تولیدش کردم داخل روت سایتم قرار میدم و آدرسش رو اینجا وارد میکنم. حالا اگر سایتم وردپرسی هست، فایل سایت مپ رو میذارم داخل public HTML و اسم فایل رو اینجا وارد میکنم. برای مثال اینجا سایت مپ من اسم فایلم sitemap underline index.xml هست. اینجا وارد کردم قبلا و دکمه سابمیت رو زدم. معمولا بعد از چند ساعت یا نهایتا 1-2 روز میشناسه و اینجا نمایش میده برای من سایت مپم رو. سایت مپ معمولا با فرمت XML هست. حالا فرمت های دیگه هم داریم، ATOM هست و فرمت های دیگه، ولی معمول ترینش و بهترینش همین XML هست. روش کلیک میکنم، میبینیم که کلا 440 تا صفحه رو برای من دیسکاور کرده، شناخته و آخرین تاریخی که خونده سایت مپ رو اینجا برای من مینویسه. اینجا نوشته که با موفقیت ایندکس شده سایت مپ و صفحات دسته‌بندی که توی سایت مپ تشخیص داده رو اینجا آورده به تفکیک. اینجا میبینید که توی این دسته‌بندی یه URL بوده، توی این 13 تا، توی این 3 تا و به همین ترتیب. خب حالا اون فایل سایت مپ رو چجوری تولیدش بکنیم؟ چند تا راه داریم. یکی میتونیم از اسکریمینگ فراگ استفاده بکنیم، یک قسمتی داره برای تولید سایت مپ که اونجا میتونیم تولید بکنیم. یه راه دیگه‌ش هم با استفاده از ابزارهای آنلاین هست. اینجا توی گوگل می‌نویسم سایت مپ جنریتور و اولین سایت که xml-sitemaps.com هست رو باز میکنم. حالا سایت های دیگه هم هست ولی این بهترینشه. این قسمت آدرس URL سایت هم رو، دامنه اصلی رو وارد میکنم. مثلا میزنم hujrekala.com و استارت رو میزنم. استارت رو که میزنم یه چند دقیقه طول میکشه تا سایت مپ رو برای من تولید بکنه. اینجا وقتی تولید کرد دانلود رو میزنم، دانلود میکنم و آماده است دیگه، کار خاصی نداره. فایل رو داخل روت سایتم قرار میدم. بچه اگر دیدین که توی این قسمت خطایی داره میده، اروری داره میده، فایل سایت مپتون رو عوض بکنید. اگر با اسکریمینگ فراگ ساختید پاکش بکنید، با این ابزار آنلاین بسازید، یا برعکس اگر با این ساختید دیدید ارور میده با اسکریمینگ فراگ بسازید قرار بدید، به احتمال خیلی زیاد ارور برطرف میشه و مشکلی دیگه از این بابت نخواهید داشت. خب میرسیم به قسمت ریمووالز. اینجا 3 تا تب داریم. تب اول temporary removals. برای مواقعی هست که من توی سایتم میخوام صفحه یا صفحاتی رو از ایندکس گوگل خارج بکنم و میخوام توی نتایج گوگل دیگه نمایش داده نشه. اینجا نیو ریکوست رو میزنم و URL هم رو که میخوام ایندکس نشه اینجا وارد میکنم. اگر این تیک زده بشه دقیقاً همون URL رو برای من از نتایج خارج میکنه و اگر این تیک رو بزنم آدرس هایی که با این URLی که اینجا وارد میکنم شروع میشن رو به صورت دسته جمعی از نتایج گوگل حذف میکنه. تب دوم Outdated Content هست. ما یه ابزاری داریم توی گوگل به نام Refresh Outdated Content Tool که کاربر اگر زمانی احساس بکنه که صفحه سایت شما محتواش آپدیت نیست، میتونه بره با استفاده از این ابزار گزارش بده این صفحه رو و اگر این کار رو بکنه اون صفحه برای من اینجا نمایش داده میشه
و من میتونم برم اون رو چک بکنم ببینم که واقعا محتواش آپدیت بوده یا نبوده. و تب بعدی هم سیف سرچ فیلترینگ هست که اگر کاربر من اون گزینه سیف سرچ گوگلش رو فعال کرده باشه و صفحه من شامل اون فیلتر کاربر بشه و بهش نمایش داده نشه، اینجا برای من اون صفحه ظاهر میشه. چه مواقعی ممکنه این اتفاق بیفته؟ اگر صفحه من شامل محتوای بزرگسالان یا یه عکسی، متنی یا ویدیویی شامل محتوای خشن یا از اینجور چیزا باشه، ممکنه حالا یا عمدن یا سهوا ممکنه این اتفاق بیفته و اون صفحه اینجا برای من نمایش داده میشه.